اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. در این درس من میخوام برای شما درباره وقف کردن در آخر بعضی کلمه ها بفهمونم ان شاء الله. خب در اینجا نگاه کنین، در اینجا یا در آخر کلمه است، حرف آخر کلمه است. پس در آن حرفی که ما وقف میکنیم، آن وقف یعنی آن حرف چی میشود؟ حرکت اگر داشته باشد حرکتش نابود میشود، پس ساکن میشود، یعنی ساکن عارض. در اینجا نگاه کنین، یا در اینجا وقتی خوانده شود مثال وقف نکنیم، در اینجا چه خیلی میشود؟ هی یا با حرکت زبر خوانده میشود. اما وقتی که ما در یا وقف کنیم، آن وقت یا مبدل به چی میشود؟ به ساکن عارض. در اینجا چی میشود؟ یا ساکن شد. پیش از حرف یا چی است؟ حرفی است که حرکت زیر دارد. پس قاعده چی است؟ وقتی که پیش از یا ساکن هر حرکت زیر باشد یا حرف مد میشود. پس وقتی که در همین کلمه یعنی در همین یا که پیش از حرف یا حرکت زیر وجود دارد، پس وقتی که ما در همین کلمه وقف کنیم، اون وقت یا چی میشود؟ مد کرده وقف میشود، یعنی خوانده شود چی خیلی میشود؟ هی. اما وقتی که در یا وقف کرده شود، پس چی میشود؟ هی یعنی مد کرده وقف میکنه. فهمیدین؟ خب این بود مثال یا. خب در اینجا مثال واو. در اینجا واو حرکت زبر دارد، خوانده شود چی میشود؟ هو. وقتی که ما در همین واو وقف کنیم، واو ساکن میشود. پیش از حرف واو چی وجود دارد؟ حرکت پیش. قاعده چی است؟ پیش از واو ساکن حرکت پیش اگر باشد، اون وقت واو حرف مد میشود. پس در اینجا وقتی که ما در همین کلمه وقف میکنیم، یعنی در هو وقتی که وقف میکنیم، پس چی میشود؟ واو حرف مد میشود و مد کرده وقف میکنیم، یعنی خوانده شود چی خیلی میشود؟ هو. وقتی که وقف کرده شود در همین واو چی میشود؟ هو یعنی مد کرده وقف میشود. خب این دو مثال ها از مثال ها آمد که وقتی که واو و یا حرکت دارند، اما وقتی که وقف در این کلمه ها در همین واو و یا حرکت دار وقتی که ما وقف میکنیم، اون وقت چی میشوند؟ حرفی مد میشن و مد کرده وقف میشن. همین دو حالت. خب در این دو حالت دیگر که است، در اینجا مقصد واو از اول حرفی مد است و در اینجا هم یا از اول حرفی مد است. پس چی میشود؟ یعنی مد کرده هم خوانده میشود و مد کرده هم وقف میشود، یعنی ینفضوا لذکری. خب این مثال رو در اینجا نگاه کنین، یعنی میم دو زبر دارد. این فقط درباره دو زبر است. دو زیر و دو پیش در این مثال داخل ندارد، تنها دو زبر. وقتی که حرفی که دو زبر داشت و بعدش همین یای ساکن بود، اون وقت چی می شود؟ وقتی که خوانده شود مثل که امین هیچ وجود ندارد، با همین دو زبر مثال مسمن، یا خوانده شود مثال مسمن، یا که امین نون ترمینی که در امین دو زبر است یا وصل کرده شد، پس امین خوانده نمی شود، یعنی که مثل که وجود ندارد. اما وقتی که وقف کرده شد در امین میم دو زبره، یعنی دو زبره تنوین دارد، اون وقت چی می شود؟ تنوین آن مبدل یعنی پرتوفته می شود و امین یا عوض یا چی می شود؟ الف می شود، الف مدیه. یعنی با الف مدیه وقف میکنیم، یعنی مسمى. امین یا که در اینجا مسمن است، مسمن میم دو زبر دارد و بعدش یا است. این به شکل این امین است. نگاه کنید، قاف چیز دو زبر دارد بعدش الف است، دیدین؟ این به شکل امین است، فقط در اینجا یا است و در اینجا الف گذاشته شده است. اما در وقف کردن هر دوش یک خیل وقف می شود. یعنی چه خیل؟ در اینجا وقف کنیم با الف خوانده می شود، یعنی مسمى، و در اینجا هم وقف کنیم چی می شود؟ با الف خوانده می شود، یعنی مصدقا. اما وقتی که همین دو زبر خوانده شود، پس همین الف هیچ خوانده نمی شود، یعنی فقط همین خوانده می شود. مثال مسمن. در اینجا هم همین خیل مصدقا، فقط همین دو زبر خوانده می شود. یا مثال در هنگامی وصلش، مثال وقتی که ما همین دو زبره مثال تنوینش رو بعدش مثال یگان حرف ادغام آید، پس چی میشه؟ وقتی که وصلش کنیم چی میشه؟ مثال
بعد مثال بعد از همین مسمى حرفی لام بیاد، مسمل دیدین مسمل، یعنی که همون تنوینش ادغام می شود به همون لام مقصد، اما این الف هیچ خوانده نمیشد، مثل که وجود ندارد. و در اینجا هم همین خیل، وقتی که همین تنوین رو ما با اینجا یعنی در اینجا لام است ادغام کنیم، همین الف هیچ چیز وجود ندارد، یعنی مصدقل دیدین. پس وقتی که همین یا اومد، همین مثل که همین الف است در روایت حفص، یعنی که ما با روایت حفص مقصد میخونیم. پس مثل که همین یایی که پیش از همین یای ساکن که دو زبر است یا زبر است، الف همین خونده میشود، یعنی مثل که الف است همین. فهمیدین؟ من برای چی گفتم که این با این شکل است؟ برای اینکه در اینجا الف را گذاشته شدگی است، اما در اینجا الف گذاشته شدگی نیست، یا است. یعنی چی؟ وقتی که پیش از همین یا ساکن مقصد دو زبر بود، اون وقت فقط وقتی که وقف شد، اون وقت با الف خوانده میشد، یعنی تنوین نابود میشود و مسمى خوانده میشود. اما در وقتی مقصد خواندن، مثال یعنی وقتی که دو زبر رو ما میخونیم، یعنی وقف را میکنیم یا مقصد همون دو زبر رو تنوینش رو در اگون چی وصل میکنیم، اون وقت همین الف چی میشود؟ خوانده نمیشود. فقط در حالتی چی؟ در حالت که وقف شود، اون وقت همین یا الف یعنی که مبدل با الف میشود در روایت حفص، یعنی مسمى. در اینجا هم همین خیل قاف، یعنی همین الف، قاف با الف است. وقتی که در همین مصدقا وقتی که ما وقف کنیم، اون وقت مصدقا خوانده میشود، یعنی همین الف خوانده میشود. در غیر وقف کردن این الف مثل که هیچ وجود ندارد. فهمیدین؟ خب این فقط یعنی در دو حرکت داخل دارد، یعنی در دو زبر، در دو زیر دو پیش داخل ندارد. فهمیدین؟ خب در اینجا و نساء وقتی که حمزه دو زبر داشته باشد، این هم تنها در حمزه ای که دو زبر داشته باشد، حمزه ای که دو زیر دارد و دو پیش دارد به او داخل ندارد، تنها به حمزه دو زبره داخل دارد. وقتی که ما حمزه دو زبره رو میخونیم، مثال و نساء میخونیم، همین خیلی نیست. اما وقتی که ما در حمزه دو زبره وقتی که وقف میکنیم، اون وقت چی میشود؟ اون وقت تنوینش نابود میشود، عوض تنوینش چی پیدا میشود؟ الف مدیه، الف ساکن پیدا میشود و حمزه با الف مدیه وقف میشود. یعنی نگاه کنین و نساء خواندیم، وقتی که وقف کنیم چی خیلی میشود؟ نگاه کنین و نساء، دیدین تنوینش نابود شد، عوض تنوینش بعد حمزه چی پیدا شد؟ الف مدیه، یعنی الف ساکن است، حمزه حرکت زبر دارد، چی میشه؟ در اینجا الف مدیه میشد. پس چه خیلی وقف میشود؟ و نساء. فهمیدین؟ یعنی که با الف و با یک زبر حمزه دو زبره وقف کرده میشود و خونده میشود. اما وقتی که وقف نشود، اون وقت چی میشود؟ و نساء خونده میشود. وقتی که وقف کرده شد، و نساء خونده میشود، یعنی با الف مدیه و با یک زبر. این تنها در حمزه دو زبره داخل دارد. خب این را هم برای شما در اینجا نگاه کنین، در اینجا دو زبره بود و اینجا یک زبره. نگاه کنین هر قاف یک زبر دارد، بعدش همین یای ساکن است. اینجا چی است؟ یعنی که همین یا چی است؟ الف است، الف است، یعنی مثل همین است. فقط در اینجا مقصد چخیل، یعنی همین الف یا را گذاشتگی هستند، اما الف خوانده می شود. در یک زبره چی ما در همین وقف کنیم با الف خوانده می شود، چی ما مقصد بگذاریمش با الف خوانده می شود. اما وقتی که وصلش کنیم، اون وقت الفش ترک می شود. یعنی برای چی؟ در مد فرق من برای شما فهمونده بودم که وقتی که حرف مدیه بیاید و بعد از حرف مدیه سبب مد بیاید،
فهمیدین؟ یعنی حرف مد بیاد و بعد حرف مد سبب مد بیاید و در بین حرف مد و سبب مد یک حرف بیاد که اینها رو جدا کند، یعنی در بینشون یک جدا کننده باشد. پس اون وقت اینها چی میشوند؟ الف مدیه، یعنی مقصد بغیر از یعنی الف مدیه، واو مدیه، یا مدیه، اون وقت چی میشوند؟ ترک میشن، یعنی به مد وصل میشود. فهمیدین؟ به مد وصل میشود. پس برای همین در اینجا الف همین الف خرد رو، الف مدیه رو نگذاشتن. برای چی؟ برای اینکه بعدش چیز تشدید چی است؟ از خود ساکن لازم دارد تشدید. پس یعنی سبب مد می شود. در اینجا حرف مد می شود الف، در اینجا سبب مد. وقتی که اینها وصل شود پس همین الف ترک می شود. به همین خاطر در اینجا الف خرد رو نگذاشتن، که یعنی که اگر ما این رو وصل کنیم پس به الف مدیه اینها رو وصل میکنیم. اما در اینجا نگاه کنین، در اینجا الف مدیه رو گذاشتن. برای چی؟ برای اون که بعدش چیز سبب مد نیست، سبب مد نیست و یگون حرف نیست که مقصد در بین حرف مد باشد و سبب مد. پس به همین خاطر در اینجا این رو گذاشتن. در اینجا اگر ما در همین جا وقف کنیم چه خیلی می شود؟ الاشقا قا، یعنی با همون الف وقف کردیم. اما وقتی که اینها رو وصل کنیم اون وقت چی می شود؟ الاشقل قلدی، یعنی که الف مدیه پرتافته می شود. اما در اینجا چی؟ مثال اگر در اینجا وقف کنیم چی می شود؟ للهدا، دیدین؟ خونده شد. اما در اینجا اگر ما بگذاریم یعنی وقف هم نکنیم، در اینجا همین الف هم خونده می شود، یعنی للهدا و این. اما در اینجا که باشد وصل که هست، پس به همین خاطر الف رو نگذاشتن، زیرا که وقتی که همین رو ما با همین وصل میکنیم در اینجا چی می شود؟ به مد وصل می شود. پس به همین خاطر در اینجا الف خرد رو نگذاشتن. پس فرقیت اینی که یای ساکن پیشش یک زبر بیاد و دو زبر بیاد در چی بوده است؟ در همین که در دو زبر که باشد اون وقتی که ما در همینجا وقف کردیم اون وقت با همون الف خوانده وقف کرده می شود مقصد. اما در یک زبره که باشد چی ما بخوانیم چی ما وقف کنیم اون وقت با همین الف خوانده می شود، با همین الف خرد مقصد که عوضی مقصد در بالای یا گذاشته می شود. و ما گفتم که یعنی در روایت حفص مثل که امین یایی که مقصد پیش از حرف یا که حرف باشد یا ساکن باشد در اینجا نگاه کنین، اینجا ساکن از مقصد. و اینها این مقصد از لین فرق دارد. اون لین که از لین در بالاش علامتی ساکن گذاشته می شود، فهمیدین؟ اما اینها که باشد در اینجا علامت ساکن گذاشته نمی شود در سر این را با لین فرق کنید که حرف لین از این زمین و آسمان فرق دارد. این را یعنی نگاه کنین در بعض جای دیگر هم هست که وقتی که الان من نشان برای شما میدیم، در اینجا نگاه کنین، در اینجا یا است، لام زبر دارد بعدش یا است. در اینجا نگاه کنین همین الف خرد را گذاشتن که یعنی الف خوانده می شود. نگاه کنین مثال علا، در اینجا هم نگاه کنین همین خیلی است علا. خب اما بعض روایت های دیگر هست، یعنی مثال ما روایت حفص هستیم، مثال روایت حفص مقصد تلاوت میکنیم و میخونیم. اما بعض روایت دیگر هست که همین خلالات چخل میکنن، الف رو با یا آمیخته میکنن، یعنی ایمالا میکنن. ایمالا کردن یعنی انشالله شما در درسای آینده انشالله میگذارین. پس در اینجا در بعض روایت دیگه هست که در این حالت، این مثال در روایت حفص الف خوانده میشد، مثال علا، مثال فطر الله، ضحى. اما بعض روایت دیگه هست که الف با یا آمیخته میشود، فهمیدن؟ آمیخته که شد صدای یا و الف هر دویش یک جا میبرد. یعنی چخیر مثال فطر الله، ما فطر الله میگیم. ما الان برای شما نشان. در اینجا نگاه کنید
ё дар охир омад, дар болош ҳамон алиф аст. Хонда шад мисол чӣ хел мешавад? Фатаролдо. аммо дар баъзе ривоятҳои дигар ки ҳаст, дар он чӣ мешавад? Ҳамин алиф бо ҳамин ё омехта мешавад ва мақсад садои омехта, яъне имола карда мақсад хонда мешавад. яъне мисол дар ҳафз чӣ хел мешавад? Фатаролдо. аммо дар дигар ривоят чӣ хел? Фатаролда, фатаролда, фатаролда. фаҳмиден? дар инҷо мисол дар ривояти ҳафз ҳамин алиф хонда мешавад, аммо дар баъзе ривоятҳои дигар ки ҳаст чӣ мешавад? алиф бо ё омехта мешавад, яъне имола карда мешавад ва хонда мешавад. мисол фатаролда, фатаролда. аммо дар ривояти ҳафз амин алиф хонда мешавад, ин ё хонда намешавад, яъне ама қала, ама қала. пас шумо бидонед ки яъне ин аз лин зиёд фарқ дорад. замини осмон. лин мисол шумо гузаштем ки мақсад мо гузаштем, яъне барои шумо фаҳмондем ки кадом вақт лин мешавад. яъне лини лозим аст ва лини ориз. халос. дигар ҳолатҳо дар лин намешавад мақсад. ин бошад дигар аст ки мақсад амин ё хонда намешавад, алиф хонда мешавад. ва пас фарқати як забара аз ду забара чӣ будааст? ду забара вақте ки мо дар ду забара вақф мекунем, он вақт амин ё яъне алиф карда хонда мешавад. халос. дар вақти хондан ва васл кардан, яъне ғайри вақф, он вақт амин алиф яъне хонда намешавад. аммо дар як забара ки бошад, чӣ вақф карда шавад, амин ё алиф хонда мешавад, чӣ мақсад вақф нокарда шавад, вақф мақсад нашавад, бо амин алиф хонда мешавад. аммо вақте ки мадди фарқ ки шуд, он вақт дар вақти васлаш ки дар амин ҳолат нигоҳ кунед ки васл мешавад, он вақт тарк мешавад. пас ба амин хотирам дар ин ҷо алифро нагузоштам, зеро ки вақте ки мо васлаш кунем хонда намешавад. аммо вақте ки дар ин ҷо яъне вақте ки васл кунем хонда намешавад, вақте ки дар ин ҷо вақф кунем он вақт хонда мешавад. мисол ал-ашқо, ал-ашқо. иншоаллоҳ умед дорам ки фаҳмида бошед. ва ба ғайр аз ин ҳолатҳо мақсад мисол агар ба ғайр аз ин дар ин ҳолат нигоҳ кунем, агар дигар ҳарфҳо бияд, пас дар ҳамон ҳарф оддӣ вақф карда мешавад. фаҳмиден? оддӣ. мисол дар ин ҷо ҳам нигоҳ кунед, агар дар ин ҷо агар мим ду зер ё ду пеш медошт, он вақт ба ҳамон мим вақф мешуд. фаҳмиден? яъне амин ҳолатҳоро ки ман барои шумо гузоштам, амин ҳолатҳо вақте ки вақф карда шавад, ба амин шакле ки ман барои шумо фаҳмодам, ба амин ҳолат чӣ мешавад? вақф карда мешавад. аммо ба ғайр аз ин ҳолатҳо чӣ мешавад? ба ҳамон ҳарф оддӣ вақф карда мешавад, яъне сокин карда вақф мешавад. мисол мусамма. мисол агар мусамма дар ин ҷо ҳаракати ду зер дошта бошад, ё ин ки дар ин ҷо ҳамза ду зер ё ду пеш дошта бошад. мисол ваниса, ваниса мешид. мисол агар ҳамза ду зер медошт, ҳам вақте ки ду забар дошта бошад, пас ниса мешавад. фаҳмиден? чизе ки ман гуфтам фақат ба аминҳо дахл дорад. ба ғайр аз ин ҳолатҳо чӣ мешавад? яъне бо ҳамун сокин, ҳамун ҳарф вақф карда мешавад. халос. иншоаллоҳ умед дорам ки дарсро фаҳмида бошед. ҷазакаллоҳу хайран ва баракаллоҳу фикум. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.